همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و یاران همیشگی پیک شادی. برنامه این هفته رو با صمیمانه ترین شادباش‌ها به مناسبت پیروزی‌های اخیر مردم و مقاومت ایران آغاز می‌کنیم. صدور حکم حبس ابد برای دشخیم حمید نوری در دادگاه، پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران در هفته گذشته بود که چشم دشمنان رو کور و چشم و دل دوستان رو روشن کرد. به همه دستاندرکاران این کارزارها و اشرف نشانهای خستگی ناپذیر درود میفرستیم و به اونها دست مریزاد میگیم و براشون در ادامه این نبرد آرزوی پیروزی و موفقیت داریم. در آستانه برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد با برنامه پیک شادی در خدمت شما هستیم. با امید به برگزاری هرچه با شکوه‌تر این گردهمایی، پیک شادی این هفته رو شروع میکنیم و امیدواریم که در آوردن خنده به لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان سهمی داشته باشیم. در شروع مثل همیشه میریم سراغ خبر تو خبر و نگاهی به اخبار هفته از زاویه طنز. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از پرت و پلاهای آخوند رئیسی تو دوره‌گردی‌های استانیش که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه. مردم رو نمیشه با شعار دوست داشت، مردم باید اونجوری که امام دوست داشته باشیم. اونی که امروز رهبری چطور مردم رو دوست داره؟ حقیقتاً به مردم عشق می‌ورزه. احمق این شما و این هم یه نمونه از عشق ورزیدن به مردم به سبک خمینی دجال. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد میکند جامعه را، از شر این نجات میداد جامعه را. حالا یه نمونه از تشر زدنهای این هیولا به نوه خودش رو هم ببینیم که به اندازه کافی گویاست. برای اینکه در یک شب بریزن کودتا کنند و همه اشخاصی که احتمال میرد یک کاری ازشون بیاد. مردم ایران هم جای جاش جواب خمینی و خامنه‌ای و سگ و سیله هاشون رو به شایسته ترین شکل ممکن میدن. من روز یک شنبه طبق روال 10-12 سالی که این منطقه هستم رفتم پارک نزدیک خونم 1 ساعت پیاده روی کنم. یه خانومی با 2 قلاده سگ ورود کرد به پارک. به خانم گفتم پارک جای سگ نیست. برگشت گفت نه، جای سگای مثل شماست که همه جا رو گرفتید. که این خانم یورش کرد سمت من، پرید منو انداخت توی آب، دید گیج شدم، افتادم زمین، شروع کرد به مشت و لغت زدن. من فقط صورتمو میگرفتم، ولی وقتی این خانم مشت و لغت میزد یا سرمو میکرد هیچ کس نیومد کمک کنه، اصلا هیچ کس کمک نکرد. خیلی ممنونم از هم سپاه، هم برادرای امر به معروف، هم دادستانی. برای ما هیچ جا نیست، ما هیچ جا رو نداریم. 43 ساله که تمام رسانه ها و رادیو تلویزیون و آموزش و پرورش دست آخونداست. بعد ببینید کارشناسای خودشون چطوری از تبلیغات دجالگرانه آخوندا حرف میزنن. اگر نگیم حالت تهوع پیدا کرده، شما اسم این حالت تهوع رو دارین میگذارید چی؟ گریز از دین.
من میگم گریز از دین نیست. جامعه داره به ما هشدار میده، آلارم میده، میگه این نوع تبلیغ دین تو من قبول ندارم. میگیم چه نوع تبلیغ دین رو قبول داری؟ میگه من امروز دین رو میخوام در عمل ببینم. امام جمعه های خامنه‌ای هم اینطوری به ورشکستگی نظام در جذب جوانها اعتراف میکنن. چرا مساجد ما باید به اندازه فقط وقت نماز باز باشه؟ فضای به این خوبی چرا بهره برداری نکنیم؟ مدیران محترم مدارس، معلمان عزیز، والدین گرامی، همه باید تو این قضیه ورود جدی داشته باشیم. این دربها رو باز کنیم. حالا مثلا اگه قرار بشه در رو باز کنن چی برای عرضه دارن؟ یه نمونه از جنس‌های بنجولشون همون روزه سلام پسمانده است و خواننده‌اش که به این خالیبندی‌ها رو آورده. بعد اجرای کودکی رو دیدم که خیلی گریه میکرد. من خب بعد اجرا میبینم این بچه‌ها میان عکس بگیرن گریه میکنن تو مسیر، من میبینم اینا گریه میکنن وای میستم، حتی در ماشین رو وا میکنم میگم بذار بیان گریه نکن. فکر کردم گریه اینم برای همینه. گریه میکرد. من یکی از رفقام آقا سید ابوذر ما روحانی خود مشهده اومد گفت گریه میکنه، گفتم میخواد عکس بگیره بیاد. گفت نه من برای عکس گریه نمیکنم. من ازت تو ذوقم خودم نه چرا اصلا نمیخواد با من عکس بگیره. بعد آسید گفت گریت برای چیه؟ من آقا رو دیدم. امید غریبان تنها کجا، چراغ سر قبر زهرا کجا، میدم و دیدم و اگه گریه کردم سر سلام بود که به خودش دادم. و این خیلی برام جالب بود که معلومه در 90 اینقدر پاکن، خیلی ارتباطاتشون قوی تر از امثال ما که ادعا داریم نوکرای این خانواده. البته عمر این نمایش‌های عظما زیاد طولانی نیست و 2 قدم بعد کله پا میشه. حالا بشنوید از سر گاو ولایت در خبره اتمی و حرفای این گاو میشه ولایت که برای پایان تحریم ها منتظر افول آمریکاست. تا زمانی که آمریکا هست، تحریم هست، تا زمانی که آمریکا کشور رو به افوله، این مسئله حل میشه، تا چند سال دیگه حل میشه. ولی تا زمانی که این قدرت فعلی رو آمریکا داره که در حال کم شدن، تحریم هست، تا زمانی که تحریم هست شما باید تحریم ها رو دور بزنید، خنثی کنید، تقویت کنید وضعیت داخلی خودتون رو و بعد دور زدن تحریم هم هزینه داره. با این حساب معلوم میشه که بهره برداری عظما از لاشی برجام یه چیزی تو این مایه ها بوده. این حجت الاسلام مشنگ و دوله فکر کرده روزش ضبط نمیشه و دلش رو به حوزه های مخفی تو آمریکا خوش کرده. تو آمریکای شمالی حوزه علمیه داریم آمریکا نفهمد. تو کسی که نمیفهمد دیگه ضبط نمیشه اینجا. تو آمریکا الان حوزه علمیه داریم ولی نه تابلو مثل اینجا مؤسسه امام رضا علیه السلام، نه تو خونه ها به عنوان شب نشینی به عنوان فلان تو خود کشور آمریکا مال 20 سال قبل و حالا چه مقدار بیشتر شده توسعه من نمیدونم، من هفته‌شون رو دیدم. حکایت تبلیغات این آخونده یه چیزی تو مایه های بازارگرمی این هندونه فروش برای آب کردن هندونه های کالشه. شوتی زبرو شیرینا تو یک جار تعمیر بکن. مشنگستان این هفته رو با سوتی استاندار گیج آخونده آغاز میکنیم که هنوز نمیدونه 5 به علاوه 1 یعنی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان. اقتدار داریم، عزت داریم و ما را در دنیا وقتی بحث مذاکره میشه میگن 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1 یعنی همه 4 نفر دنیا یه طرف هم جمهوری اسلامی. یعنی عزت نیست برای ما؟ این بالاترین عزت برای ما. یعنی ما اول معلوم طنزهای پیک شادی بعد جوری جزا آخونده رو در آورده.
ببینید این حجت الاسلام مونتاژی چه عمامه‌ای به زمین میزنه. دروغ هایی که به عنوان خبر پخش میشه قشنگ فیلم مونتاژ میکنن، کله اون رو میزن رو تنی این، تنی این رو میزن رو کله اون، حرف اینه میزن تو دهن اون، بعد میگی آقا فیلمشو دیدم. بابا خیلی راحت مونتاژ میشه کرد. امروز تکنولوژی یه جوری کرده که میتونه عیناً با صدای کسی حرفایی بزنه که تو عمرش تو عالم رویا هم نگفته، ولی می‌بینی فیلمش در اومده، فلان کس داره این حرف میزنه، فلان کس داره این کار رو میکنه. لذا هیچ اعتماد به فضای مجازی نکنید. این کلیپ مضحک از مراسم استقبال از فرماندار سوادکوه هم حسابی تو مجازی اسباب خنده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ ستاد سید کاظم حسینی سوادکوهی حضور دکتر غلامی فرماندار محترم شهرستان سوادکوه را به روستای کاکرون خیر مقدمت می‌نمایم. حالا بشنوید از این لات کوچه های خلوت که وسط این هیروویری پیله کرده به فوتبالیستا. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه. کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. یکی نیست به این جماعت بگه جای این حرفا و قم پستر کردن ها سکوی مسابقات بوکستون رو درست کنید که توی یه مراسم رسمی چنین فضاحتی به بار نیاد. وقتی حکومت دست دزدی مثل خامنه‌ایه مملکت یه چنین دزدبازاری میشه. نکته جالب در این سرقت دزدیده شدن موتور سارق است. موتورم روشن گذاشتم برم کیف اون خانومو بگیرم. وقتی کیف اون خانومو گرفتم موتور رو بردم. این هم یه روز کاملا معمولی در ایران آخوزده که هیچی توش سر جاش نیست. تیویدی شو باز هم سوتی های همیشگیش. طرف عید قربان رو میگه عید فطر. رئیس جمهور همچنین در پاسخ تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان که به بهانه عید سعید فطر انجام شد گفت ایران بهترین دوست کشورهای همسایه در شرایط مختلف است. اینجا هم گزارشگرشون اومده گزارش بده، لوگوی میکروفونش رو برعکس زده. اینجا در این اتاق جلسات موضوعات مهمی برای مذاکره در دستور کار قرار داره، از حذف دلار، از مبادلات تجاری و بازرگانی تا استفاده از پیامرسان‌های جایگزین به جای سویفت و اتصال کارت‌های بانکی دو کشور. در پایان این شما و این آموزش زبان شیرین ایتالیایی به مختصرترین شکل ممکن. شما تو ایتالیایی به گربه چه میگین؟ گاتو. به دیوونه چه میگین؟ ماتو. به ساختن چیزی یا انجام دادن کاری چه میگین؟ فاتو. به موش صحرایی چه میگین؟ راتو. با این تفاسیر اگه بخوای بگی گربه دیوونه ایمو با یه موش صحرایی معامله کرد چه میگی؟ Il mio gatto matto ha fatto un patto con il ratto.
سلام. در هفته گذشته موضوع حجاب اجباری در فضای مجازی و تا حدودی هم در فضای حقیقی به یکی از موضوعات داغ عرصه سیاسی ایران تبدیل شد. هرچند که حجاب اجباری از ابتدای روی کار اومدن آخوندها همیشه یک موضوع چالش بین مردم و حکومت بوده، اما قضیه این بار با دستور جدید رئیسی برای تحمیل حجاب اجباری آغاز شد. رئیسی دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال 84 را صادر کرد. یه قانونی رو 17 سال پیش تصویب کردن برای راه اندازی گشت ارشاد، همین ونای سبزرنگ که تو خیابون پرسه میزنن، که این گشت ارشاد طی این سالیان هر بار به مناسبت انتخابات یا راهپیمایی‌های حکومتی حضورش کمرنگ می‌شده، ولی خب بعدش دوباره پررنگ می‌شده. اما این بار برای اینکه خیلی پررنگش کنن، بلافاصله بعد از رئیسی همه امام جمعه‌های خامنه‌ای هم ردیف شدند تا از این طرح دفاع کنند. حجاب قانونه، قانون را اجبار نامیدن مغلطه است. همه جای دنیا قانون دارن، به قانون احترام میگذارن، با پسوند اجبار خرابش نمیکنن. بابا کل دنیا پشت چراغ قرمز وای میستن، هیچ کس نمیگه ایستادن اجباری، نه قانون. این را بگویم، نفس واژه حجاب اجباری واژه‌ای غلط و برای تخریب حجاب است. ببین، ایستادن پشت چراغ قرمز یک قانون منطقیه که همه مردم رو قبول دارن، چون اگر این قانون اجرا نکنن، چراغ قرمز رو رد کنین، تصادف میشه. اما این قانون حجاب اجباری شما رو هیچ جای دنیا قبول ندارن. اون جاهایی هم که این قانون رو ندارن هیچ اتفاقی نمیفته، مردم رو زندگیشون رو میکنن. پس مردم ایران حق دارن که علیه این قانون بلند شن و اعتراض کنن. حجاب اجباری هم که شاخ و دم نداره، وقتی برای زن و مرد ردیف کردی که چی بپوشن و چی نپوشن میشه اجباری دیگه. یکی از مصادیقش مصوبه سال 74 شورای عالی انقلاب فرهنگیه که برای دانشجویان دختر نپوشوندن کامل موی سر و گردن و استفاده از روسری‌های نازک و کوتاه، داشتن ناخن مصنوعی و بلند بودن بیش از حد اون و آرایش‌های نامتعارف صورت و مو رو مجاز نمیدونه. نگاه کن، اینجا نوشته طبق این قانون حجاب برای خانم‌ها شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه و کفش و رنگ لباس و ایناست و برای پوشش آقایون هم از کراوات و پاپیون و تیشرت و شلوار زاپدار نباید استفاده شود. این اگر حجاب اجباری نیست پس چیست؟ اینایی که دارن حقوق بین‌الملل میگیرن، حقوق دولت میگیرن، اینا رو مجبور کنن بگن قانونی شما وظیفت حجاب داشته باشید. 8 ساعت داری میاد تو این اداره، این چه سر و وضعیه؟ حاضر میشوید در آموزش پرورش، در نمیدونم مرکز بهداشت، در فلان اداره، در فلان اداره. اولا که حقوق رو به خاطر کاری که میکنن میگیرن، نه به خاطر رعایت حجاب. دوما اگر مشکلت فقط با کارمندای دولته، پس اون گشت ارشادی که داره تو خیابون پرسه میزنه داره چه غلطی میکنه؟ دیگه تو خیابون به ملت چی کار داری؟ به تو چه که مردم چی میپوشن؟ استفاده ابزاری از مسئله حجاب برای رقابت‌های سیاسی به نظر من یک خیانت است. اینکه یک کسی با یه ظاهر کاملا متدینانه بیاد هنجار شکنی دیگران را توجیه کند برای که میخواد توی رأیگیری صندوق را به نفع خودش پر بکند، این خیانت است. خب تو بگو توی این نظام کی این خیانتی که میگی رو نکرده؟ اینهاش خود رئیسی موقع انتخابات، کمپین رئیسی بیا با حجاب خیلی رئیسی طور، یا اینجا مثلا توی جشنواره فرش گشت ارشادی نمیبینی. اما اگر کسی با همین پوشش توی خیابون باشه فوراً یه ون سبز سر میرسه. یا اینجا در راهپیمایی برای سلیمانی جنایتکار که این خانوم به جای حجاب مورد نظر آخوندها یک عکس قاسم سلیمانی گرفته دستش. که همین از نظر این خانم گشت ارشادی کاملا اوکیه و به جای اینکه سرش رو بکوبه به دیوار ون ازش استقبال هم میکنه. یعنی تو این نظام
هر وقت که منفعتش ایجاب کنه و بخواد مثلا آدم‌ها رو بکشه توی خیابون، نه تنها با بی‌حجاب کار نداره بلکه استقبال هم میکنه. چرا؟ چون حفظ نظام از اوجب واجباته و برای حفظ نظام هر ملقی میتونی بزنی. این جمله‌ای که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که حفظ نظام از اوجب واجباته، ظاهراً از نداره. حفظ نظام اوجب واجباته. برای حفظ این اوجب واجبات طبق گفته خمینی میتونن تا اینجاها که خودش گفته برن. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید. جاسوسی فاسد بکنید، اما برای حفظ اسلام واجب است. حالا همین نظام، همین رئیسی اومده شاخ و شونه کشیده برای زنان و مردان ایران که آقا باید حجابتون رو درست کنید. سوال اینه که الان چرا این طرح آورده؟ آخه تو این وضعیت گرونی و بیکاری که ملت از همه چی دادشون به هواست، چرا یه دفعه یاد حجاب افتادی؟ آخه شما که تو همین چند هفته پیش سلام فرمانده رو با حجابای اونچنانی برگزار می‌کردید. بعد کلی هم پوز میدادید که اینطوری دارید زنان به اصطلاح بی‌حجاب رو سمت خودتون میکشید. من در خصوص این خانم‌های بی‌حجابی که در کمپین امید دانه شرکت کردم، یکیش این کمپینی که امید دانه را انداخته، یا 15 ثانیه درباره سلام فرمانده بخون برام بفرست. این خانومه که این وسطه مروج بی‌حجابی باشه بهتره یا با همین حجاب خودش در مقابل مروجین بی‌حجابی باشه؟ خب دومی بهتره. الان دومی اتفاق افتاده. دردناکه که اینجا عده‌ای زیر پرچم جریان انقلابی این بدیهیات را نمیفهمند. پس همین نظام که خودش تا همین دیروز استفاده ابزاری از حجاب میکرده، یه دفعه یاد قانون 17 سال پیش حجاب افتاده. چرا؟ دلیلش رو خودشون نمیگن، ولی ناظران آگاه میگن یه فرضیه اینه که یه سال از اومدن رئیسی گذشته، تو همه زمینه‌ها کارنامش از مردود اونورتره. از قیمت دلار بالای 33,000 تومان گرفته تا پوشالی بودن وعده 1 میلیون مسکن در سال و 1 میلیون شغل، از اون طرف هم بنبست برجام و گرانی‌های کمرشکن. خلاصه چون چیزی برای عرضه کردن نداره، میخواد با بولد کردن حجاب اجباری یه گرد و خاکی بکنه و روی این شکست‌هاش رو بپوشونه. اما در عمل هیچ کاری نتونسته از پیش ببره. وقتی ریز میشی میبینی که عین چی از این که سر حجاب با مردم رو در رو بشن وحشت دارن. سخنگوی ستاد امر به معروف: ما مخالف بگیر و ببندیم، مخالف برخوردهای خشن هستیم. یا این یکی هم دبیر نهی از منکر خراسان رضویه که 2 هفته بعد از شروع این طرح با وحشت از واکنش مردم اینطور گفته: تلاش ما این است که با کمترین تبعات کار را پیش ببریم. نیروهای ما در این زمینه توجیه هستند. ارزیابان ما به هیچ عنوان قرار نیست به افراد تذکر دهند. اگر شاخصی رعایت نشده، آن مورد را صرفاً یادداشت می‌کنند. وظیفه ما برخورد نیست. پس تا اینجای کار چون خوب میدونن که ملت سر این قضیه حساسیت دارن، حواسشون خوب جمعه که یه وقت جرقه ایجاد نشه که مردم به اعتراض بلند بشن. توی پاساژ کوروش دیدید که همین که خواستن به بهانه بدحجابی مزاحم خانم‌ها بشن، کسبه مغازه‌ها رو بستن و دیدن که اعتصاب و اینا ممکنه راه بیفته. ساعت 1:03 ظهر اینم وضعیت ولای پاساژ کوروش تهران همه بستن به خاطر گشت ارشاد و اماکن. اینم شده فاصلی ما. مشتریای بدحجابم راه نمیدن یا میگیرن میکنن تو ون میبرن. تا جایی که به حکومت برمیگرده، هم میخواد از یک طرف جامعه رو با ایجاد یک جو ترس جدید حول حجاب قفل کنه و هم تو جامعه‌ای که فضای مردم به شدت انفجاریه، تمام ترسش اینه که یه وقت سر همین موضوع تنشی رخ نده که جو علیهش برگرده. پس توی این فضا بستری فراهمه که مردم میتونن هرچه بیشتر با هم متحد بشن و در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژیم بایستن. تجربه هم نشون داده که هر جا که مردم ایستادن موفق هم بودند.
خانمان بچه آوردن اینو دیگه اینو. بیالا مردم ناراحت میشن. عبدالله صاحب دست می‌زنی. آخ این زن عبدالله صاحبه. نه بابا این زن عبدالله. این زن عبدالله. اما دیدم این چقدر آشنایی برای من. این زن عبدالله. در نهایت میشه گفت که دستورات رئیسی در مورد حجاب هم سرنوشتی مشابه ممنوعیت ماهواره و فیلتر کردن توییتر و تلگرام و راه اندازی اینترنت ملی خواهد داشت، چرا که در همه این موارد قبلی هم عزم و اراده مردم برای ایستادگی در برابر این قوانین سرکوبگرانه خیلی بیشتر از اون بود که رژیم بتونه این قوانین رو به مردم تحمیل کنه. وقت بخیر و خدا نگهدار. تنها به سفت تحریم راه نفس رو بسته، نمیشه زهر خورد و نبوم و ساخت و هسته. قاسممون تیلیت شد، فخریمونم دیلیت شد، توی عراق و لبنان اوضاع حسابی سید شد. یه آتیشی تو راهه کتاب آن ندیدی، میسوزونیم ریشتو تازه کجا شدیدی، تازه کجا شدیدی. پای مردم زدن به هیکلش، آخونده هم توی قوم. از طول توی بلژیک افتاده تو زندون، توی سوئد با قوری شدیم ما درب و داغون. این همه سال تو دنیا پیچوندی و پیچیدی، نسخت و ما میپیچیم، تازه کجا شدیدی، تازه کجا شدیدی. از فتنه آینده تپ و تپ تو دلامون، وای از روزی که مردم بریزن تو خیابون. عظما شده سوراخ و جسمش شده آبکش، بازم کتلت و املت واسش بیدن سفارش. تو آقل ولایت این همه سال چریدی، وقت شکل پاشی، تازه کجا شدیدی، تازه کجا شدیدی. سنگ پای قزوین سالهاست که از سمت خودش استعفا داده و رسما اعلام کرده که تا وقتی که رژیم ولایت فقیه هست اصلاً ما کجا و روی زیاد کجا. اجازه بدید یک نمونه از گزارش‌های پخش شده از ملا تیوی رو با هم ببینیم تا هم منظور سنگ پای قزوین و هم منظور من از عرض این نکته روشن بشه. محدودیت‌های ارتباطی با ایرانی در بند زندان‌های سوئد هنوز برطرف نشده. به گفته همسر آقای حمید نوری، برخلاف آنچه قاضی دادگاه در آخرین جلسه وعده داده بود، محدودیت‌های ملاقات با آقای نوری برداشته نشده و فقط یک تماس تلفنی، آن هم 40 روز پس از دادگاه برقرار شده. همسر من 32 ماه تو زندان انفرادیه. این روایت محاکمه حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه است که در سوئد
زندانی است. پدرم در ابتدا که بازداشت شدن هیچ اطلاعی به خانواده داده نشد و ما در بیخبری کامل بودیم. اولین تماس که بعد از 8 ماه بود تا بعد از 25 ماه فقط به من و پسرم و دخترم با حضور پلیس خیلی با شرایط امنیتی خیلی زیاد ملاقات دادن. بله، اونچه که مشاهده کردید بخشایی از یک گزارش خبری بود که در تلویزیون حکومت آخوندی پخش شده. کدوم حکومت آخوندی؟ همون که یک قلم 30,000 نفر از جوانهای این مرز و بوم رو در سال 1367 با محاکمه‌های 10 دقیقه‌ای اعدام کرد و پیکرهای اعدام شده ها رو هم به خانواده هاشون نداد. همون رژیمی که 1500 نفر از جوانهای مردم رو در آبان 98 به خاک و خون کشید و نه تنها هیچ حسابی بابت این جنایت‌ها پس نداده، بلکه همین چند روز پیش مادران همین شهدا رو هم دستگیر کرده. حالا که یکی از دشخیمان همین رژیم توی سوئد دستگیر شده و 10 ماه تمام با وکیل و بند و بساط محاکمه شده، ببینید چه علمشنگی را انداختن. تازه این همه ماجرا نیست. یک قسمت دیگه از این گزارش کذایی رو هم با هم ببینیم. محاکمه‌ای بدور از رعایت اصول دادرسی. ایشون از اولین حقوق حقه یک فردی که زندانی است، یک فردی که حالا متهم است نه مجرم و جرمی که اساساً تحققی پیدا نکرده، اساساً تشکیل این دادگاه و انجام این محاکمه خودش وقوع یک جرم است. پرونده‌ای مثل حمید نوری که یک کارمند بازنشسته قوه قضاییه است، سالها هم از نظام قضایی بازنشست شده. اینجا همون جاییه که وقاحت دچار بحران هویت میشه. میگه اصلا محاکمه حمید نوری خودش جرمه. یعنی هیچ بعید نیست که فردا دادستان قضایی آخوندها یک کیفرخواست علیه قاضی سعودی هم تنظیم بکنه و خواستار دستگیری اونها به جرم محاکمه دشخیم حمید نوری بشه. اون یکی هم که گفت اصلا طرف بازنشسته شده. بله دیگه، حالا اینکه 30 سال پیش این همه آدم رو اعدام کرده اصلا چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که الان دیگه بازنشسته شده. اینا با این حرفاشون میخوان سر بسیجی هایی که مخاطب ملا تیوی هستن رو شیره بمالن، اما خبر ندارن که کار از این کارا گذشته و نه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان میشه و نه خامنه‌ای و رئیسی جلاد میتونن خودشون رو از پاسخگویی در برابر عدالت در ببرن. اینجا دیگه آخر خطه و آخوندها نه راه پس دارن و نه راه پیش. عظما دست از اتم بردا، آی بیا برگردی. عظما دست از اتم بردا، بیا برگردی. بیا برگردی. میری با کل تو دیوار، بیا برگردی. بیا برگردی. دم به دم تحریم دشوار تحریم می آید تا که فرصت بود سوسمار. بیا برگردی. بیا برگردی. آی بیا برگردی. بیا برگردی. بیا برگردی. بیا برگردی. از نگاه بسیجی های مشنقم میبارد، هی میریزد ای پاسدار بیا برگردی. آی بیا برگردی. دشمن از ریختن پرهات دارد میخندد، تا نگشتیم لط و پار. بیا برگردی. بیا برگردی. آی بیا برگردی. بیا برگردی. بیا برگردی. بیا برگردی. سر بازار تو ای اسکل رسوا نبود غیر تحریم خریدار. بیا برگردی. بیا برگردی. آی بیا برگردی. بیا برگردی. شاسکو اسکو شاسکو برگردی. حاج قاسم
تولیستم بی تو، من پلشتم فاشیستم بی تو، کله و پاچه نیستم بی تو، گاو پروار چند لحظه پیش. بیت عظما پر از سپاهی بود، شکمی از عزا در آوردند، مغزهای بسیجی آگندی کاه از طویله آوردند. تازه فهمیدند قابلمه ها ریش عظما چقدر می ارزد، کاش می شد تمام هستی من صرف کز دادن شدید ریش. شد فراموش آنچه سابیدی ولایت را به کشک، آنکه با خرناز قمپز در کند والا خر است. آفرین آفرین آفرین، چه خوب چه خوب. قصه ها را یکی یکی خوردند، آخر ماجرا دو در کردند. زورکی گریه کن جلو دوربین، تا سپاه و بسیج خر گردند. چقدر حال خودم را خراب میبینم، لحافهای زخیمی بکش سرت عظما، چه خوک ها که در این منجلاب میبینم. مجلس شعرت عزی بوی کثافت میدهد، عشقم این جان است، این گوساله ها را از کجا برده ای؟ خیلی تشکر میکنم. شاعران زیادی در جمع ما حاضرند که شعر نخواندند، اما زمان سپری شده و انشاءالله در آقای فردوسی بگید بخونن. بله بله، آقای فردوسی. سیرابی و ماست رنگ عمامه توست، میتابی و بدقواره پیژامه توست. آنقدر کریهی که همه میدانند، ترشی گدای کوچک خامه توست. ای والله انفسکم، خیلی خوب. انشاءالله موفق و مؤید باشید. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، به پایان برنامه این هفته پیکشادی رسیدیم. گردهمایی جهانی ایران آزاد رو در پیش رو داریم و باز هم برای ایرانیان آزاده و یاران و همراهان مقاومت ایران فرصتی فراهم شده تا در یک بزنگاه حساس تاریخی جلوه باشکوهی از همبستگی ملی برای آزادی رو به نمایش بذارن. ما در تک تک لحظات این کارزار در کنار شما هستیم و برای همه شرکت کنندگان در این گردهمایی باشکوه آرزوی موفقیت میکنیم. ممنون که با ما همراه بودید و تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همه شما. دوباره بلند شو، امیدو ببر کجا، با پرچم بالا هم سفر ما، هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما، جانمون از فردا. هر پنجشنبه با ما پیک شادی.